تازه‌های دندانپزشکی، برنامه‌ای از دکتر فرزانه علمیراد، جراح و دندانپزشک. درود دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، با این امید آرزو که ساعت بسیار خوبی رو سپری کرده باشید. برنامه رو تقدیمتون میکنن آقای دکتر فرزانه علمیراد، جراح و دندانپزشک با 27 سال تجربه در خصوص سرویس های درمانی چون روت کانال، جراحی لثه، کشیدن دندان عقل و گذاشتن دندان، دنتال ایمپلنت و دندانپزشکی زیبایی چون روکش دندان در جنتل بایو دنتیستری که کمک رسان شما هستند و برنامه‌های تازه‌های دندانپزشکی رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنن. لازم به یادآوری است که برای مدتی محدود آقای دکتر فرزانه علمیراد کاشت دندان، دنتال ایمپلنت رو برای عزیزانی که مراجعه می‌کنن به قیمت $299 ارائه می‌کنن با شماره تلفن 818 888 4900 و پیشنهاد میکنم به وبسایتشون هم مراجعه کنید gentlebioDentistry.com. در طول برنامه محبت رو دارن که پاسخگوی شما بینندگان عزیز هم باشن در خصوص سوالات دندانپزشکیتون. شماره استودیو 818 301 8000. میریم قطعه کوتاه رو تقدیمتون میکنیم، برمیگردیم و صحبتمون رو آغاز میکنیم با آقای دکتر فرزانه علمیراد. با ما همراه باشید. تازه‌های دندانپزشکی، برنامه‌ای از دکتر فرزانه علمیراد، جراح و دندانپزشک. خب خیر مقدمی دارم خدمت آقای دکتر فرزانه علمیراد عزیز که محبت کردن در استودیو حضور دارن تا از تازه‌های دندانپزشکی و موارد دندانپزشکی ما را آگاه بکنن. در برنامه‌ای که چندی پیش حضور داشتن شما بینندگان عزیز بسیار استقبال کردید و باعث شانس و افتخار ماست که پذیرایشون هستیم در تلویزیون اندیشه و خسته نباشید میگم و شب بخیر خدمت شما دکتر. سلام بر شما خانم فتحی عزیز و سلام به تمام بینندگان تلویزیون عزیز اندیشه. خیلی خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما هستم. خیلی زمان خوبی داشتیم دفعه آخری که اینجا بودیم و انشالله بتونیم دوباره یه زمان خیلی خوبی با شما داشته باشیم. بسیارم ممنون دکتر. در برنامه‌هایی که به هر حال من شانس گفتگوی با شما رو داشتم همیشه با علم فراوانی که دارید ولی اون بیان خودمانی کار فراگیری رو خیلی آسان‌تر می‌کنید و به راحتی افراد دوست دارن در مورد سوژه‌ای که شما صحبت می‌کنید بشینن و گوش بکنن و دعوت می‌کنم اگر که شما می‌خواید موارد و مباحث دندانپزشکی رو با زبان ساده‌تر بیاموزید با ما همراه باشید، چون من هم در این کلاس شرکت کردم و در خدمت دکتر هستم تا محبت کنن ما را آگاه بکنن در خصوص دندانپزشکی و مواردی که داره و یکی از اونها ایمپلنت هست که این روزها حرف اول رو میزنه در موارد مختلف و کاشت دندان که خیلی هم میخوام ببینن آیا همه واجد شرایط ایمپلنت هستن، آیا دنچر بهتره یا در چه مواردی اون مناسب نیست و ایمپلنت مناسبه. در خدمتون هستیم تا لطف کنید توضیحات رو بدید در این مورد. شما لطف دارین که انقدر به من لطف میکنین و این موارد بیان میکنین. تا امروز یکی از مریضام تو مطب نشسته بود و با هم صحبت میکرد و میگفتش که آقای دکتر میگه شما تازگی زیاد تو رادیو صحبت میکنید. چرا؟ شما که همیشه من صدای شما رو دارم اونجا میشنوم و هر دفعه میشنوم میشینم گوش میکنم. چون شما بیانتون جوریه که میتونین وقتی صحبت میکنین زیاد سعی نمیکنین سوادتون رو به رخ کسی بکشین و در حقیقت خیلی عامی صحبت میکنین و ما میتونیم بفهمیم که چی میگیم. خب
این یه هنری که ما تو مطبمون سعی می‌کنیم هر روز برای مریضانمون انجام بدیم، چون بزرگترین چیز تو مطب ما اینه که مریضا بدونن چی میخوان دریافت کنن و متوجه بشن از کارهایی که ما میتونیم براشون بکنیم. اگه شما از اول بدونین دکتر برای شما چی کار میخواد بکنه و تمام سوالاتون رو بفهمین و تمام شرایط و کارهایی که دارن براتون انجام میدن و قشنگ تفهیمتون کنن و متوجه بشین، دیگه کمتر یه موقع ناراحت میشین یا یه موقع میگین ای کاش اگه من اینو میدونستم اون کارو نمیکردم، یا ای کاش اینو از اول من میدونستم، خطراتش رو میدونستم، سوداش رو میدونستم، هزینه سنگینش رو میدونستم، یا هر چیز دیگه می‌دونستم، شاید یه تصمیم دیگه میگرفتم. به خاطر ما تو مطبمون همیشه سعی میکنیم در جلسه اول زیاد با مریض صحبت بکنیم، زیاد اطلاعات بهشون بدیم. فقط بشین و برو مریض نیستش، سعی میکنیم تا اونجایی که مریض سوال داره بتونیم جوابگوشون بشیم. و امشب هم اگه سوالای شما دارین که دندون پزشکتون رو دیدین و چیزایی بهتون گفتن که یه ذره رو شک دارین و متوجه نشدین و آقای دکتر انقدر یا خانم دکتر انقدر سرشون شلوغ بود که وقت نداشتن جواب شما رو بدن، ما خوشحال میشیم که زنگ بزنیم و تا اونجایی که در توانمون باشه و در سوادمون باشه میتونیم کمکتون کنیم و جواب شما رو بدیم. در خصوص ایمپلنت که شما فرموده بودین، بله خب ایمپلنت بله دنچر یا چیزا، خب الان یا بریج الان تو زمان ما دیگه به جای رسید که کمخوردگی‌ها زیاد باعث از دست دادن دندون نمیشه. مشکلات لثه هست که دلیل اول از دست دادن دندونه و تمیز کردن دندون خیلی واجبه و تمیز کردن دندون فقط تو خونه و برس زدن و مسواک زدن و یا نخ دندون انداختن نیست. دیدن دندون پزشکتون هر 3 الی 6 ماه خیلی واجبه. اگه از قبلا بیماری لثه داشتین خیلی مهمه که شما هر 3 ماه یه دفعه دکترتون رو ببینین. اگر بیماری لثه نداشتین و دندوناتون نسبتا خوبه، هر 6 ماه دیگه واقعا واجبه که شما ببینین، چون اتفاقایی که میفته تو دندون پزشکی بیماری لثه ما بهش میگیم بیماری ساکت یا silent disease، ما بهش میگیم به انگلیسی. این بیماری ساکتیه که شما دردش رو متوجه نمیشین، ضررش رو نمیفهمین، شاید بعضی وقتا فکر کنین دهنتون بو بد میده یا متوجه بشین که بعضی وقتا خشکه، ولی به اون صورت هیچ موقع ضرر یا دردش رو نمیبینین. وقتی هم که متوجه بشین بگین من حس میکنم همه جای دهنم درد میکنه ولی اصلا نمیدونم چیه، زمانی که دیر شده و متاسفانه ما باید بعضی این دندونا رو باش خداحافظی کنیم و دستش بدیم. به خاطر همین اومدن و دیدن یه دندون پزشک هر 6 ماه خیلی واجبه. چیزای کوچیکی هستش که شما میتونین فقط با یه پر کردنی خیلی سطحی درستش کنین، عروش بپرین، ولی اگر نگرش دارین اون کمخوری کوچیک 100% تبدیل به رود کانال میشه، روکش میخواد، بعضی وقتا باید کشیده بشه و بعد ایمپلنت بذارین. یه چیز کوچیک 4-5 تومانی تبدیل میشه به چندین هزار تومانی. به خاطر همین شما حتما دلاره. خب آره سعی می‌کنیم دلار نترسیم، دلار یه ذره گرون‌تر میشه، ولی خب چیز بازم چندین برابر میشه. صحبت از اینه که شاید 100 برابر بشه. قفلت هست که خیلی هزینه برداره. قفلت هیچ خوبی برای شما نخواهد داشت. بله قفلت همیشه باعث ضرره. اصلا در تو دندون تو هر چیز زندگی شما تو هر چیز زندگی قفلت بکنین شانس چند بار در خونه رو بیشتر نمیزنه و از دستش میدین. دندون پزشکی هم یکی این چیزاست که خب هر چیز زودتر شما برین دندون پزشکی با خیال راحت بیاین خونه، یه هزینه خیلی کم 5000 تومانی بدین یا 50 دلاری بدین باعث میشه که صدها دلار یا هزاران دلار شما جلو بیافتین. برای اولی کلا امروز خیلی‌ها که دندونشون رو از دست میدن همیشه دارن فکر میکنن چی کار کنیم که دندونمون رو جایگزین کنیم. خب این دندون پزشکی نداشتن دندون یه جورایی باعث اعتماد به نفس فوق‌العاده زیادی یا کمی میشه واسه افراد. خیلی مریضا من قبلا صحبت کردم که گفتم شما بعضی وقتا دستتون رو جلو دهنتون میگیرین وقتی میخواین صحبت کنین. بعضی مریضا که اومدن گفتن آقای دکتر انگار شما راجع به ما داشتی صحبت میکردی، چون واقعا من وقتی میخوام صحبت کنم دستمو اینجوری میگیرم یا میخوام لبخند بزنم دستمو اینجوری میگیرم، به خاطر اینکه از لبخند خودم یه ذره شرمنده هستم. خب در این دنیا شما اصلا مجبور نیستین از لبخند خودتون شرمنده باشین. به قدری راحت میشه دندون پزشکی رو انجام داد و به قدری بی درد دیگه الان
که شما هیچ نگرانی نباید داشته باشید. من توی مطب خودم اصلا ما درد برای ما مطرح نیست، اصلا متوجه نمیشین. مریضای من اصلا درد نمیدونن یعنی چی. چرا؟ چون ما الان انقدر امکانات جدید جلو دستمون هست که من امروز مثلا مریض آخرم اومدش 3 تا روت کانال پشت سر هم رو 3 تا دندون آسیابش انجام داد، ظرف 1 ساعت نه درد داشت نه چی و رفتش خونه و میگفتش من اصلا یادمه که بچگیام چه دردی داشتم وقتی روت کانال میکنم. خب اون دوران عوض شده، ما الان یه مقدار پیشرفته تر شدیم و اصلا درد شما اصلا نباید حس کنین. ولی اگر برفرض شما دندونتون از دست دادین و الان میخواین یه ایمپلنت بکنین یا شما فرمودین بخواین بریج بکنین، هر کدومش چیزای خوب و بد خودشو داره. ایمپلنت، بریج، پارشال دنچر، چیز پلاکایی که در میاد یا میذارین سر جاش، یا بریج که پل بهش میگیم که ما به فارسی که تقریبا میچسبه به دندون و در نمیاد، جای خودشو داره و شما در هر مقطعش باید با دکتر صحبت کنین ببینین که بهترین راه برای شما چیه. هر فردی یه دونه جواب براش 100% خوب نیست. افراد مختلف جوابای مختلف میخوان و چیزهای مختلف باید انجام بده. بسیار ممنون. من میدونم که هدف دندان پزشکان در مرحله اول این هست که خود دندان شخص رو نگه بدارن. مهمترین مسئله نگاه داشتن دندان اصلی شخصه. ولی اگر که چنین نبود و مجبور شدن که از اون دندان چشم پوشی بکنن، سوال این هست که وقتی که اون دندان کشیده میشه آیا هر کسی میتونه این کار رو انجام بده برای کشیدن دندان و جایگزینی ایمپلنت و آیا هر کسی واجد شرایط ایمپلنت هست؟ بله، شما وقتی که میخواین دندونتون رو بکشین خیلی مهمه که متوجه بشین در چه شرایطی است و دکتر اینو برای شما ارزیابی میکنه. و وقتی که شما میخواین دندونتون رو بکشین همیشه باید فکر این باشین که میخواین باهاش چیکار بکنین. آیا میخواین جاشو خالی نگه دارین؟ آیا برنامه‌تون اینه که یه مورد متحرک بذارین؟ آیا میخواین ایمپلنت بکنین؟ چون خیلی وقتا اگه دکتر بدون آینده‌تون چیه و چی نظری داره میتونه یه طراحی بهتری براتون بکنه. ولی من معتقدم همیشه به دکترتون بگین که من میخوام اینو ایمپلنت کنم یه روزی، چون شما نمیدونید در آینده چی کار میخواین بکنین. شاید الان متحرک بکنین بذارین ولی 3 ماه 6 ماه 2 سال 5 سال در آینده ببینید متحرک اصلا برای شما نبود، راضی نبودین، جویدنتون خوب نبود، اون غذاهایی که باید بخورین رو نمیتونین بخورین و الان تصمیم میگیرین که ایمپلنت بذارین. شما میگین که الان من اصلا توانایی گذاشتن ایمپلنت ندارم چون ایمپلنت خیلی گرونه. خب شما نمیدونین 5 سال آینده چه اتفاقی میفته. شاید 5 سال دیگه توانایی خیلی کارهایی داشته باشین که الان نتونین بکنین. به خاطر همین همیشه به دکترتون میگین من میخوام ایمپلنت بذارم. حالا چرا میگم این کارو بکنین؟ به خاطر اینکه دکترتون متوجه میشه که شما اگه میخواین ایمپلنت بذارین باید 360 درجه دور دندونتون استخون جوری بذاره که بتونین این کار رو انجام بدین و شرایط لازم خوب باشه برای شما برای گذاشتن ایمپلنت. و این میتونه با گذاشتن استخون یا حتی دست کمش با دقت کردن یه ذره بیشتر، چون وقتی ما از دندونامون شروع میکنیم و از اینجا میریم به عقب، این قسمت بیرونی دندون یا ما بهش میگیم باکل بون یا این قسمت اینجا یه استخون خیلی خیلی ریزی هستش. از اینجا شاید 1 میلیمتر قطر شروع میشه به اینجا که میرسه 1.3 میلیمتر قطر میشه که اصلا خیلی نیست و میتونید قشنگ با دستتون اینجوری بهش کنینش. به خاطر این دکتر یه ذره اون موقع میدونی که باید بیشتر وقت بذاره، سریع کارشو انجام نده، فقط نگیره کجش کنه بکشه بیرون که استخون باش در بیاد، چون در حال شما که نمیفهمین چی باش در اومدش. ولی در آینده وقتی میخواین برین بذارین دکتر دستشو میذاره اینجا میبینه قشنگ یه فرو رفتگی بزرگه و این به خاطر که در طول مدت استخون شکست نشست و الان یک دیوار از 4 دیوار نیستش و به خاطر اینکه بخواید ایمپلنت بذارین بعد اون دیوار رو بازسازی کنین که شدنیه ولی خب هزینه خودشو داره و زمان میبره. شاید 7 مجبور شین منتظر بشین وقتی بخواید ایمپلنت بذارین و شاید 1500 دلار مجبور شین پولشو بدین. چیز ارزونی نیستش. به خاطر همین اگر فقط به دکتر بگین آی دکتر من اینجا الان نمیخوام مثلا ایمپلنت بذارم ولی مثلا 6 ماه 1 سال 2 سال دیگه خواهم گذاشت، سعی کنین که جاشو برای من خوب درست کنین که بتونم در آینده ایمپلنت بذارم. اون موقع دکتر متوجه میشه که خب یه ذره باید دقیق‌تر کار کنه، سریع‌تر کار نکنه، وقت بذاره دندونو قشنگ یه ذره لرزون در بیاره و
حتی برای شما هم خیلی خوبه که درد کمتری خواهیم کشید. بسیارم ممنون. بار دیگر یادآوری کنم خدمت شما بینندگان عزیز که برای مدتی محدود آقای دکتر فرزان علمی را کاشت دندان و دنتال ایمپلنت رو به قیمت $299 ارائه میکنن. یک پروموشنی است که در حال حاضر برای عزیزانی گذاشتن که بیننده این برنامه هستن و برای اطلاعات بیشتر گذاشتن وقت میتونید تماس بگیرید با مطب ایشون. شماره 818 888 4900 که در زیر صفحه هم قید شده که به راحتی میتونید بنویسید و یا به وبسایت مراجعه بکنید برای اطلاعات بیشتر gentlebioDentistry.com. در طول برنامه در نیمه دوم پاسخگوی شما عزیزان هم خواهند بود. شماره استودیو رو خدمتتون عرض میکنم 818 301 8000 که به حال سوالات خودتون رو مطرح کنید و جناب دکتر پاسخگوی شما عزیزان باشن. مورد دیگه ای رو مطرح کنیم و اینکه در مواردی فک بالا اون جای زیاد رو نداره برای گذاشتن ایمپلنت. در موارد این چنینی که شخص احتیاج به کار ایمپلنت داره ولی راهکاری رو باید چگونه استفاده کرد که به هر حال اون جا رو به وجود آورد، ممنون میشم توضیح بدید. قسمت بالای فک یه ذره ریسکیه از نظر داشتن جای مناسب. چرا وقتی که ما به قسمت بالای دندون میریم و این پشتا رو میخوایم نگاه بکنیم، همین جایی که انگشت من هست قسمت ساینوسمونه یا سینوسمونه، جایی که وقتی سرما میخوریم و ریزش بینی داریم و فین میکنیم به قول معروف، به خاطر مایه هایی که اینجا جمع میشه و وقتی این مایه ها اینجا جمع میشه باعث میشه که شما سرماخوردگی رو بگیرید. یه حفره‌ایه که سپیس رو مرتکب میشه و فضا میگیره. برای گرفتن این حفره یه فضایی که از این صورتتون میگیره یه فضای دیگه ای رو باید کم کنه. خب اینجا وقتی که فضا بیشتر میشه بالای این دندونا خالی میشه و این فضا هر چی که بیشتر بزرگتر باشه و بیاد پایین، این فضایی که بالای دندونه که استخون باشه کمتر میشه. به جایی میرسه که نصف این دندونای پایین در حقیقت توی فضا توی این سینوس هستن و حالا آنچنان تو فضا شاید نباشن، یه لایه ممبرینی یا یه چیزی پوستی دور و برشون هست، ولی به اون صورت استخونی آنچنان دور و برشون نیست. فقط استخون قسمت پایین ترشه، بالاش فقط اون یا لایه پوسته و همینجوری بالاش توی سینوستون فک میزنه. خب وقتی ما این دندون رو میکشیم و میخوایم براتون ایمپلنت بذاریم، خب اون بالا هیچی نیست. به خاطر همین باید همون موقع یا استخون بذاریم و اینو بذاریم، یا اگه مثلا شما اینو چندی پیش کشیدین و جای خالیش مونده دیگه، به اون صورت اون فضا اومده پایین و اون لایه پوستی که اونجا به اون منحنی اون بالا بوده اونم نشست کرده اومده پایین و یه حالت فلت یا اینجوری یه کوچولو موج کوچولویی هست و این در نهایت بازم فاصله کمی برای گذاشتن ایمپلنت. ما پروسیجرهای مختلف داریم، راه حل‌های مختلف داریم که خب اسمای خودشو داره. یه لارا ویندو هستش، یه دونه تپینگ هستش. برای در نهایت همه اینا یعنی اینه که یه سوراخی ما میکنیم اونجا، یه حفره ایجاد میکنیم و با یه حالت اینا که باش برنجو میکشن چی مقاله میگن چی؟ کفگیر. بله. کفگیر. بله یه کفگیر. بله. با یه حالت کفگیر مانندی ما میریم زیر این پوسته و اینو قشنگ بلندش میکنیم یواش یواش و این بلند کردنش حالت خیلی چیزشه. ملاقه میگن ها. کفگیر و ملاقه. بله. خب ما با کفگیرمون بلندش میکنیم، با ملاقه‌مون استخون میریزیم توش، همینجوری میشه و اون قسمت رو پرش میکنیم و همینجوری کم 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 میاریمش بالا. وقتی که میاریمش بالا استخون میذاریم و میتونیم اونجا بیایم براتون ایمپلنت بذاریم. ما به این پروسیجر میگیم ساینس لیفت یا بلند کردن سینوس و خودش هم یه راه حلی داره، ولی در خصوص افراد شاید 50% بلکه بیشتر افراد نیاز به این پروسیجر داشته باشن. وقتی راجع به آسیاب اول و آسیاب دوم عقب نگاه میکنیم، معمولا دندونای جلوتر که نیشتون هستش، دندون پشتش تقریبا 80% 90% نیاز نخواهد داشت. نیشتون در این جلویی‌ها تقریبا میشه 98-99% نیاز نخواهند داشت. ولی وقتی به آسیاب 1 و 2 میرسیم به 50% میرسه که ما باید این پروسیجرها رو انجام بدیم. به خاطر همین دوباره خیلی مهمه که به دکترتون شما تذکر بدین که من میخوام بعداً ایمپلنت بذارم.
اگه راه حلی هست ایشون براتون انجام بده، شاید بتونه به اندازه کافی استخون اونجا پر بکنه که اون لایه دیگه نیاد پایین و اون بالا بمونه. یه مقداری کار میبره و ممکنه یه جراحی کامل شما در آینده مجبورشین سیو کنین و هزینه‌اش هم کم نیست. هزینه‌اش از $1500 تا $3200 وقتی این کار رو انجام میدیم. به خاطر همین خیلی مهمه که برای اینکه هم خودتون بهتر باشین، هم جراحی کمتر کنین، هم دکترتون بتونه براتون کار بهتری بکنه که زودتر خوب بشین، همه این چیزها رو از قبل به دکترتون بگین که این متوجه باشه و بتونه کارهای خوبی براتون انجام بده. اشخاصی که مشکل لثه دارن، لثه ها یک مقدار نشست کرده یا در مواردی مشکلات دارن یا به هر حال لثه ها یک مقدار حالت میشه گفت تورم داره، آیا اینها برای ایمپلنت گذاشتن بعد قبلش مداوم بشن و به لثه ها رسیدگی بشه و بعد این کار انجام بشه؟ ببینین الان ما قبلا میگفتیم که وقتی شما ایمپلنت میذارین 90 تا 99% موارد ایمپلنت موفق میشه. بعد این تبدیل شد به 99% موارد، بعدن شد به 99.9%. بعد کم کم افراد بیشتری شروع کردن ایمپلنت گذاشتن و تعداد مقداری از ایمپلنت ها فیل کردش یا از بین رفت یا نشست. حالا دلایل خودش داره که اگه وقت باشه دونه دونه به دلایلش من میگم چرا اینجوریه. خیلی دلایل مختلفی دونشه، از حتی از موارد داروهایی که انسان میخوره تا کارهایی که دکتر میکنه یا هر خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه که باعث این شکست بشه. ولی الان ما فقط تو خود امریکا 400,000 تا ایمپلنت در سال در میاریم و کل دنیا نزدیک 1 میلیون ایمپلنت ما در سال در میاریم. خب خیلی هم زیاد ما ایمپلنت میذاریم. ولی خب مثلا یکی از کارهایی که مثلا حتما از دکترتون شما انتظار داشته باشین براتون انجام بده، متاسفانه هنوز خیلی دکترها هستن که انقدر به خودشون مطمئن هستن و واقعا هم دکترای خوبی هستن، ولی خب یه مقداری زیاد به خودشون مطمئن هستن و بدون گذاشتن سی تی اسکن براتون ایمپلنت میذارن. چرا؟ چون انقدر میدونن کارشو بلدن و انقدر کارش آسونه براشون که براشون 5 دقیقه میگن یه ایمپلنت مثلا سی تی اسکن نره و چه بسا بیایم کمک مریض کنیم و حتی $100-150 که پول سی تی اسکن رو به مریض کمکش کنیم پرداخت نکنه. متاسفانه وقتی این کارو میکنین شما برای خودتون دارین شر میخرین. چرا؟ چون ایمپلنت باید داخل استخوان گذاشته بشه و وقتی که خارج از استخوان گذاشته بشه باعث میشه که از بین برش. در یک چارچوب این ایمپلنت باید گذاشته بشه که هر 4 طرفش استخوان باشه. خب شما وقتی که ایکس ری معمولی میگیرین خب دکتر ایکس ری گرفته، ولی این ایکس ری معمولی که میرین توی مطب میگیرین و روی صفحه کامپیوتر به ما شما نشون میدن یا تو مطبایی که هنوز خیلی مدرن نیستن و روی کاغذ میذارن و شما میتونین تک تک این ایکس ری تو دستتون بگیرین و جلوی نور بگیرین تماشا کنین، اینا همه ایکس ری 2 بعدیه. یعنی شما فقط جلو و عقبش رو میتونید ببینین، به اون صورت چیزی نمیبینید. سی تی اسکن حالت 3 بعدی داره، یعنی شما میتونین اینو قشنگ بچرخونینش. همینی که میتونین بچرخونینش یعنی ضخامت و قطر استخوان رو میتونین توش دریابین. وقتی شما ضخامت و قطر استخوان رو بتونین دریابین، اینو که وقتی اینجوری میچرخونینش از بغل نگاه میکنین میدونی که اینجا تا اینجا 5 میلیمتره، پس من اگه بیام یه دونه ایمپلنت 6 میلیمتری بذارم خب اینجا جا نمیشه. خب شما اگه اینو سی تی اسکن رو ندونین باید خدا باشین تا بتونین این کارو انجام بدین، چون علم غیب که نمیتونین داشته باشین. اگرم دارین که خب از بقیه ما جدا هستین. ولی وقتی که شما اینو میذارین و این ایمپلنت 6 میلیمتری رو میذارین توی فضای 5 میلیمتری، خب از 70% استخوان دارین استفاده میکنین که گیرایی داره و این میره بغل فقط کناراش یا گوشه‌هاش بیرونه و اینا کم کم عفونت میگیره و بعد از چند سال ایمپلنت از دست میره. به خاطر همین ما توی مطب خودمون هر چقدر ایمپلنت ساده باشه، هر چقدر بگیم همین الان دندونو کشیدم جاش که اونجاست همون تق میذارم همون تو تمام میشه، ما بدون سی تی اسکن هیچ وقت چنین کاری رو نمیکنیم، چون خیلی وقتا حتی ممکنه داخل لثه همون قسمتی که دندونه زیرش یه دونه فنستریشن یا یه دونه پنجره باشه که باز شده و همونجا میتونه چیزی وارد بشه. به خاطر همین ما ترجیح میدیم برای مریضامون یک بار بیشتر جراحی نکنیم و وقتی که جراحی میکنیم دفعه اول آخرش باشه و مریض یه چیز خوبی بگیره برای پولیه که با سختی در آورده خرج کرده. و ما هم حالت انگلیسی صحبت میکنیم که
ما اونقدر وقت نداریم که یه کار دوباره انجام بدیم. بسیار ممنون. شماره مطب رو بار دیگر خدمتتون یادآور میشم. آقای دکتر فرزان علیمیراد، جراح و دندان پزشک با سالیانی تجربه، 27 سال تجربه در امر طبابت در خصوص دندان پزشکی. شماره 818 888 4900 که یک اسپشال دارن، یک تخفیف ویژه دارن برای مدتی محدود، $299 برای گذاشتن ایمپلنت که فرصتی مقتضی و مغتنم هست که مراجعه بکنید، دیداری داشته باشید با ایشون در مطب بسیار خوبی که دارن، مطب بسیار مجهزی که دارن و به هر حال کارتون رو در زمینه دندان پزشکی هم انجام میدید. البته سرویس های دیگری هم ارائه میشه که در اول برنامه، ابتدای برنامه مطرح کردم، در نیمه دوم هم باز بهش خواهیم پرداخت و در حال حاضر هم اگر در نیمه دوم سوالی دارید میتونید سوالات خودتون رو در زمینه‌های مختلف دندان پزشکی با آقای دکتر علیمیراد مطرح کنید. شماره استودیو 818 301 8000. بینندگان عزیز، میریم به یک بریک کوتاه. اگر که اتاق فرمان حاضر باشن لوگوی برنامه و یادآور میشم که سری برنامه‌های ایشون دوشنبه ها تقدیمتون میشه 9 شب و بازپخشش هم چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر هست. با ما همراه باشید. تازه های دندان پزشکی، برنامه‌ای از دکتر فرزان علیمیراد، جراح و دندان پزشک. خب برگشتیم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک یادآوری داشته باشم که در زمینه‌های مختلف دندان پزشکی دکتر علیمیراد کمک رسان شما عزیزان هستند، شامل موارد رود کانال، جراحی لثه، کشیدن دندان عقل، گذاشتن دندان، دنتال ایمپلنت و دندان پزشکی زیبایی چون روکش دندان در جنتل بایو دنتیستری که پیشنهاد میکنم به وبسایت هم مراجعه کنید، gentlebioDentistry.com. خب جناب دکتر، در قسمت پیشین در مورد همین مسئله کاشت دندان مسئله رو مطرح کردید. من در مورد لثه پرسیدم و توضیحاتی رو دادید که ناتمام ماند. اگر موافق باشید بریم به ادامه صحبت‌های شما بپردازیم و بعد هم بینندگان عزیز چه تماس گرفتن. حتما. شما فرموده بودین که اگه بیماری لثه دارین چجوری میشه و چجوری میتونه اثر بذاره روی ایمپلنت. شما اگه بیماری لثه اولین دلیلیه که ما دندون از دست میدیم تو این دوره زمان. همونجوری که اول برنامه گفتم کرم‌خوری دیگه نیست، بیماری لثه است. چرا ما دندون از دست میدیم؟ چون وقتی بیماری لثه دارین و لثه‌تون تورم داره یا عفونت داره یا اینفلومیشن داره به قول پزشکان، باعث میشه که موادی که ترشح میشه از طرف این اینفلومیشن یا تورم شروع کنه کم کم استخون رو خورد کردن و از بین بردن و همینجور قسمت یا لول استخون یا سطح استخون همینجوری هی بیاد پایینتر و پایینتر. خب این میتونه در خصوص دندونای خودتون باشه یا میتونه در خصوص ایمپلنت باشه، چون ربطی نداره میخواد دندون خودتون باشه یا ایمپلنت باشه. ایمپلنت قسمتی از استخونه و همینجوری که استخون بیاد پایین قسمت بیشتری از ایمپلنت نشون داده میشه یا اکسپوز میشه و راحت تر میشه عفونت بکنه. خب ما کارایی میکنیم در این خصوص، ولی بازم مستلزم جراحی دیگه ای هست. ولی کن ما وقتی که مریض میاد مطبمون و میخواد ایمپلنت بگیره، ما داریم سعی میکنیم که اول بذاریم لثه‌شون رو خوب بکنیم. یا خیلی وقتا مریض میگه من نمیخوام الان رو لثه‌م خیلی کار بکنم، فعلا این دندون جلو ما دست دادم، باید برم سر کار و هر چه زودتر باید جلو مردم بشینم. لثه‌م رو درست کردن ممکنه زیاد زمان ببره که ما اون موقع شروع میکنیم با ترکیبات و دوایی که داریم میدیم که لثه رو موقتا خوب بکنیم که بتونه این اینفلومیشن یا عفونت لثه پایین بیاد که بتونیم ایمپلنت رو بذاریم. شما همیشه وقتی که لثه‌تون یه ذره بیش از حد خون بیاد، دو دلیل بیشتر نداره. یا اینکه داروهایی میخورین که باعث میشه خونریزیتون بند نیاد، مثل آسپرین یا
داروهای دیگه پزشکی که ما به مریضامون میدیم، میتونه وارفرین باشه یا چیزهای دیگه، یا اینکه پلاوکس مثلا برفکس، یا اینکه شما کلا بیماری لثه دارین و وقتی که دست میزنین یا مسواک میزنین یا نخ میندازین خون میاد و جینجیوایتس یه چیزیه که اکثر عام میدونن یعنی چی، یا بعدا میره به قسمت‌های پیشرفته‌اش که پریودونتایتس یا بیماریه که اونم خودم قسمت‌های مختلف داره، 1 2 3 داره. کلا این باعث میشه که شما مشکل پیدا کنین و دندوناتون رو از دست بدین. بخاطر همین همیشه وقتی که میخواین ایمپلنت بگیرین حواستون باشه و بعد از که ایمپلنتتون گرفتین بیشتر حواستون باشه که بیماری لثه نگیرین و همه اینو مستلزم به این میشه که دکترتون رو هر 3 الی 6 ماه برین ببینین که کارهای دندونتون براتون انجام بده، چون اون کاری که اون میتونه تو مطب انجام بده شما به هیچ وجه نمیتونین خونه انجام بدین. اگه شما دندوناتون رو مسواک بزنین توی خونه خیلی 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 هنر بکنین شاید 1 میلیمتر بتونین زیر لثتون بره، اونم در حرفه‌ای باید باشین. ولی خب ممکنه لثتون 3 الی 4 5 6 7 میلیمتر عمقش باشه، خب پس بقیه‌اش که اصلا فراموش کنین. به خاطر همین کاری که دندون پزشک میتونه بکنه خیلی بیشتر و فراتر از اونیه که کسی بتونه تو خونه انجام بده و من واقعا توصیه میکنم. دندونا چیزای مهمیه و خیلی هزینه داره و مثل بقیه چیزای زندگی تا دستش ندین قدرشو نمیدونی. شماره رو خدمتتون عرض میکنم 818 888 4900 و یادآوری میکنم برای مدتی محدود آقای دکتر علمیراد کاشت دندان یا دنتال ایمپلنت رو به قیمت $299 ارائه میکنن. میریم به یکی از خطوط و سوالی بیننده عزیزمون از شما. جانم بفرمایید بیننده عزیز، روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. همچنین عزیزم. من می‌خواستم از آقای دکتر خواهش کنم ببینم که توضیح بدن که چه موقعی وقتی دندون رو میکشن همون موقع ایمپلنت میکنن و چه زمانی میذارن 3 ماه بگذره بعد ایمپلنت کنن و کدومش بهتر هست از نظر ایشون، یا دندونای خاصی رو این کارو میکنن و برای ما که چند تا دندون ایمپلنت داریم چه توصیه‌هایی دارن که بتونیم این ایمپلنتامون رو خوب نگه داریم. خودش چند تا برنامه میشه این خانم. خیلی مرسی، ممنون. خلاصه میتونن جواب بدن. بله مرسی از شما. اگه با من کاری نداری من از تلویزیون گوش سوالی دارید؟ نه من سوالی ندارم، من امیدوارم بتونم همه سوال شما رو جواب بدم ان که یادم نره. خداحافظ. خب در خصوص اینی که آیا شما میتونین ایمپلنت رو همون موقع که دندون رو میکشین بذارین یا وایسین و بعدن بذارین. الان یه چیز حادی که توی جامعه چیز شده بهش میگن immediate implant، یا وقتی هم موقع دندون رو میکشین ایمپلنت رو میذارین و مریضا خیلی به این استقبال میکنن. این یه روش خیلی خوبه. ما هممون ترجیح میدیم الان کسایی که خیلی ایمپلنت میکنن که همون موقع که دندون رو میکشیم همون موقع هم ایمپلنت رو بذاریم. خب چندی دلیل مختلف داره. اولا یه جراحیه، وقتی شما دندون رو میکشین آردی حفره اونجا وجود داره و شما وقتی که سی تی اسکن هم دارین میدونین حفره خیلی وقتا اینوری میره ولی استخون اینوری میره، یعنی بازم 100% شما سی تی اسکن رو نیاز دارین به اون قسمت دندون نگاه نکنین. خیلی وقتا دندونا اینجوری میرن تهشون دیگه آخر استخون رو گرفته و بقیه استخون اینوری میره، یعنی شما بعد وقتی ایمپلنت میذارین وسط دندون یا اون حفره دندون کشیدین بچرخین بیان اینوری برین، وگرنه خودتون رو پیدا میکنین تو دشت و بیابون. به هر حال ما ترجیح میدیم که همون موقع که دندون رو میکشیم اون موقع ایمپلنت رو برای شما بذاریم، به خاطر اینکه یه جراحی بیشتر نیستش. تقریبا 90% مواقع ما اینو میکنیم. یه چیزی که یه ذره سخته و یه ذره ریسکیه وقتی شما میخواین ایمپلنت آسیاب اول توی سطح پایین فک پایین بذارین، اونجا خیلی دکترها هنوز میذارن و خیلی دکترها دوست ندارن بذارن، به خاطر اینکه وقتی که شما میاین دندون پایین رو میکشین، دندون این شکلیه، 2 ریشه اینوری داره و میاد و این وسطش یه دونه استخون نازکه. همین حالت شما بالا دارین ولی ستاییه که این وسطش یه استخون بزرگتریه. شما وقتی که میاین روی پایین میذارین شما میخواین ایمپلنتتون استابیلیتی داشته باشه، یعنی صفر تو استخونتون جا گذاشته شده باشه. وقتی که اینو میارین پایین و میخواین اون 2-3 میلیمتر برین پایین تر و اینو نگه دارین، خب دور و برش جای خالی زیاده و ممکنه استخون زیاد نشست بکنه. در این جور موارد خیلی ها ترجیح میدن که آسیاب اولو بذارن دندون کشیده بشه، بذارن 3 ماه خوب بشه، بعد برگردن بیان تو
انجام بدن. یه حالتی که خیلی مد تو اروپا و خیلی انجام میشه اینه که میان چیکار میکنن؟ میان دندون رو میکشن، یه 2 هفته 3 هفته وای میسن یه ذره جا خودشو جمع کنه و بعد میان یه دونه میذارن که تو امریکا خیلی جا نیافتاده، تو اروپا خیلی بیشتر استفاده میشه و روش خیلی خوبی هم هست. بعضیا دوست ندارن، من چندین بار اینو استفاده کردم و جوابم داده، خیلی هم روش خوبیه، ولی بازم مستلزم اینه که شما یه جراحی دوم انجام بدید. بعضی وقتا که من واقعا دوست ندارم انجام بدم تو قسمت زیبایی یا جلوی دندان میشه. چرا؟ چون بعضی وقتا میبینین که یک فردی دندونش رو انقدر نرفته پلو دکتر و انقدر ازش نگهداری نکرده و خودش هم میدونه، مثلا میگه اینجای من چند وقت یه بار هر 6 ماه دفعه یه چیزی میزنه، تولی میزنه، آنتی بیوتیک میخورم، توله میره پایین، دیگه هیچ نمیشه، 3 ماه دیگه یه میزنه، دوباره میام یه 2-3 سالیه این کارو کردم، یه ذره خسته شدم دیگه، میخوام بیام دندونمو درست کنم. خب در این راستایی که این کار شده، هر دفعه که این توول میزنه زنگ خطر فراوانی باید برای شما بیاد. چرا؟ چون این توول چجوری زده؟ توول از وسط دندون که نابود شده و عفونت داشته و استخون رو همینجوری نابود کرده، شروع کرده رفته بیرون، استخون بیشتر نابود تا به این دیوار بیرونی دندون استخون رسیده و اونم سوراخ کرده، حالا زده بیرون، حالا دیگه لثه داره توول میزنه. یعنی توول اول یعنی یه مقداری این دندون استخونش نابود شد. توول دوم بدتر، سوم بدتر، به زودی می‌بینی اصلا دیواری وجود نداره و بعد کلاً بازسازی بشه. خب وقتی ما میایم مثلا می‌بینیم که این دندون انقدر نابود شده، اگر میتونیم هنوز بیایم اون ایمپلنت رو برای شما بدیم تو بذاریم و حتی پرایمری ریتنشن یا همون سفتی اولیه رو براتون کسب کنیم، فقط یه ذره بعد عمیق‌تر بریم. فقط بعدیش کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما بعضی وقتا نمیتونیم دقیقاً بگیم که چقدر این لثه سقوط خواهد کرد. اگر ما بیایم اون معمولا ایمپلنت رو بذاریم، حداقل 2 یا 3 میلیمتر اینجا سقوط خواهد کرد. خیلی وقتا روی این مسائل ما دوست داریم که اول بیایم این دندون رو بکشیم، قشنگ توش رو تمیز کنیم، استخون بذاریم، یه لایه بذاریم روش کاورش کنه، لثه رو بیایم روش ببندیم، سعی کنیم تا اونجایی که میشه این قسمت رو براتون بازسازی کنیم که بتونیم به نهایت امکان پذیر اون بالا برسیم. بعد بیایم براتون ایمپلنت رو بذاریم رو اون قسمت‌های شیشتای جلوی بالاست که وقتی لبخند میزنی خیلی دید داره. ما بعضی وقتا این کارو انجام میدیم و مریضا خیلی دوست دارن. چرا؟ چون در نهایت میدونن چه اتفاقی میفته و قسمت استخوان میتونیم بهشون نشون بدیم و میتونیم واقع بین باشیم. ما تو مطلبمون همیشه دوست داریم جنگ اول داشته باشیم و صلح آخر، یعنی همه خبرهای بد روز اول به مریض میدیم که بدونن چه اتفاقایی ممکنه براشون بیفته، که واقع بین باشه که در وقتی از مطلب ما دارن میرن بیرون چی نصیبش میشه. و به خاطر همینه ما همه مطلبمون بغیر از 5 ستاره هیچ چیز دیگه‌ای راجع ما نوشته نمیشه، به خاطر اینکه مریضا روز اول میدونن. شما اگه با مریضتون آنست باشین، روز اول بهش بگین چه میتونه انتظار داشته باشه و فقط منتظر این نباشین که مریض اوکی به شما بده و شروع به کار بکنین، خیلی راحت مریض نه تنها به شما اطمینان کسب میکنه بلکه شما رو دوست داره، بلکه به همه دوستاش هم میگه که آقای دکتر از اول به من گفتش این کیس من خیلی بده، شاید نشه، اگه بشه اینجوری میشه و اگرم اینجوری بشه ممکنه اونجوری بشه، وقتی هم اونجوری بشه تنها راه حلش اینجوریه. شما وقتی اینا رو بدونین خیلی راحت میتونین کنار بیاین با زندگی، بخاطر اینکه میدونین واقعا جلو پاتون چیه. ولی اگه من به شما بگم همه چی آسمون آبی، زمینا چمن سبزه، ولی خب این دفعه امسال آب نیامد و خوشحالی شد، خب شما یه ذره شاید ناراحت بشین. به خاطر همین خیلی مهمه که دکترتون به شما همه اطلاعات رو بگه، ولی کلا در خصوص جواب شما ما سعی میکنیم ایمپلنت رو همون موقع بذاریم که دندونا رو بکاریم میکشیم و استخون هم همون موقع میذاریم. در بعضی موارد نمیتونیم این کارو بکنیم. یکی از این موارد این بود که الان بهتون توضیح دادم. دیگر موارد ممکنه همین قسمت بالای عقب باشه که ممکنه ما اصلا جا نداشته باشیم وقتی دندون میکشیم، به خاطر اینکه انقدر این فضای سینوس اومده پایین که بعد اینو بکشیم، اون ملاقمونو تو ملاقه بود دیگه، کفگیر بود، کفگیر اونو بذاریم بیاریمش بالا، بعد استخون رو بذاریم اونجا که
یه 7 ماهی بمونه تا خوب جا بیفته و بعد اون موقع بیایم دوباره براتون ایمپلنت بزنیم. یه قسمت دیگه خودتون میکنید دکتر در این آشپزی که انجام میدید. آره خب خیلی از دوست دارم. قسمت دیگر سوالتون این بود، سعی میکنم فراموش نکنم که چطور از اون چندین ایمپلنتی که ایشون دارن بتونن نگهداری کنن. یه چیزی هست که خب اکثر افراد ملاحظه نمیکنن و این چیزی که همه شما که ایمپلنت دارین ملاحظه بکنین و بدونین. شما وقتی که پلوی دکترتون میرین و میخواین دندوناتون رو تمیز بکنین، حتما اگر ایمپلنت دارین از دکترتون قبل از که وقت ملاقات بگیرین سوال بکنین: آقای دکتر، شما از ابزاری که استفاده میکنین که دندونای منو تمیز کنین، آیا ابزار پلاستیکی هم دارین که تیز باشه بتونین دندونای منو تمیز کنین یا خیر؟ چرا؟ چون ایمپلنت تایتانیوم اسپری نوع آهنی که داره خیلی راحت خراش میفته و اگر شما بیاین از ابزاری استفاده کنین که ما اصلا کلا 99% واسه تمیز کردن دندون رو مریضامون استفاده میکنیم که آهنیه یا استینلس استیل یا ویبره میکنه یا هر چیزی هست، اینا خراش میندازه رو ایمپلنتتون و اگه خراش بیفته، یه خراش ریز هم حتی بیفته، جایی میشه که بتونه باکتری روش بشینه و شروع کنه رشد کردن و در نهایت این رشد کردن روی ایمپلنتتون باعث میشه که بیماری لثتون افزایش پیدا بکنه و در اون قسمت که خراش افتاده استخونتون نشست کنه. وقتی هم استخون نشست کنه عمر ایمپلنتتون کم میشه. به خاطر همین شما همیشه وقتی که ایمپلنت دارین و زنگ میزنین به دکترتون، دکتر جدیدی پیدا میکنین و میگین که آقای دکتر من میخوام دندونامو تمیز کنم، بیام چکاپ کنم و در ضمن من 2 تا ایمپلنت دارم، از ماشین بپرسین آیا آقای دکتر سکیلر، اسم این کلمه اسکیلر رو یادتون باشه، سکیلر که میشه اسکیلر پلاستیکی دارین یا خیر؟ این سکیلر پلاستیکی هم تیزه، هم میبره، هم هیچ نوع خراشی روی ایمپلنتتون نمیذاره و یه ذره گرونه. به خاطر همین همه ندارن و زودم از بین میره. به خاطر همین باید دوباره خریداری بشه. هر کسی اینو تو مطبش نداره، شاید بگم 90% دندونپزشکان ندارن و شما وقتی که میخواین اگه ایمپلنت دارین حتما دندونپزشکی رو انتخاب کنین که اینو در ابزارش داره. شما دارید حتما این رو؟ بله. سکیلر، پلاستیک اسکیلر حتما باید پلاستیک باشه. ما صدها اسکیلر داریم، همه دکتر بزرگ صدها اسکیلر دارن، ولی اسکیلر معمولا آهنیه، استینلس استیله، ولی پلاستیک اسکیلر نه خیلیا دارن نه خیلیا میخرن، چون بعضیا مثلا نمیدونن وجود داره. بسیارم ممنون. بار دیگر من شماره رو خدمتتون عرض کنم، مطب آقای دکتر رو، و یادآوری کنم خدمتتون که مطب آقای دکتر در 7138 خیابان شوب در وست هیلز هست، 2 دقیقه‌ای توپنگام مال در وودلند هیلز و میتونید مراجعه بکنید. مطب بسیار خوب و مجهزی دارن، خیلی ترتمیز و بسیار استاف دوستانه‌ای دارن که از شما پذیرایی میکنن. و یادآوری کنم خدمتتون که دنتال ایمپلنت یا کاشت دندان رو برای مدتی محدود به قیمت $299 ارائه میکنن به خاطر گل روی شما بینندگان عزیز. میریم به خط دیگری و سوالی بیننده عزیزمون در وقت کم باقی مانده. جانم بفرمایید. سلام علیکم خدمت شما. مرسی خانم عزیز و جناب آقای دکتر. سپاسگزار. بفرمایید. عرضم حضورتون سوالی که من دارم، ببخشید اگه چون تو برنامه نبودم الان روشن کردم، سوالی که دارم اینه که ساعت تکراری باشه، ببخشید چون من الان روشن کردم، من از سر کار اومدم. قیمتی که برای ایمپلنت یعنی دیگه تمام یه دندونو که آقای دکتر ایمپلنت میکنن کلا چقدر تموم میشه برای ما؟ بسیارم ممنون از تماستون. از تلویزیون جواب رو بشنوید جناب دکتر. کلا ایمپلنت ما وقتی اسپشیال خودمون رو داریم، ما قیمت دنتال ایمپلنت اون هست معمولا $1495. الان اونو به حراج گذاشتیم واسه $299. دنتال ایمپلنت، معنی دنتال ایمپلنت یعنی جایگزینی ریشه دندان، یعنی در حقیقت وقتی شما دندونتون رو از دست میدین دنتال ایمپلنت میگیرین، دنتال ایمپلنت جایگزین ریشه دندان شما میشه، یعنی این قسمت ریشه که شما ندارین بتونین بهش چیزی نصب کنین، به اون میگن دنتال ایمپلنت. اون دنتال ایمپلنت $299 که ما به دوستان عرضه میکنیم.
روی دنتال ایمپلنت ما یه پیچ میخوره بهش میگن اباتمنت که اون قیمت خودشو داره و اون پیچ نزدیک $600 قیمتشه، $500 قیمتشه، بستگی به نوع ایمپلنت که ما داریم که نوعی هم که میذاریم همه امریکایی هستن توی مطبمون. و بعد روکش میخوره. روکش هم دو نوع داریم، روکش زیرکونیا داریم و روکش پورسلین داریم. روکش پورسلین همون روکشیه که خب ما تو ایران هم میذاشتیم، بهش میگن روکش چینی. روکش خوبیه و یه چیزی که ما فقط راجع به این روکش دوست نداریم اینه که این روکش زیربناش آهنه و آهن روش پورسلینه و جوری که این آهن درست میشه معمولاً فلز نایابه یا زیاد آیلاژش بالا نیست و در مقطعی که به ایمپلنت وصل میشه که ایمپلنت یه آیلاژ خیلی بالایی داره و فلز نابی هستش، خیلی ممکنه توی بالا بودن اسید ممکنه یه ذره زنگ بخوره و وقتی که اگه زنگ بخوره اون موقع باعث میشه که یه ذره شما استخون از دست بدین و ایمپلنتتون به خطر بیفته. نوع دیگه که روکش هستش اینه که شما میتونید زیرکونیا بگیرین. روکش زیرکونیا که کلاً از سنگ زیرکونیا میاد، هیچ نوع آهنی نداره، چندین برابر قوی تر از دندون خودتون. من وقتی که میخوام یه روکش زیرکونیا از دهن یه مریض وردارم خیلی وقتا باید چندین قسمت از ابزارم رو بشکنم تا بتونم وردارم، در صورتی که بخوام یه روکش پورسلین رو وردارم مثل یه چاقویی که کرره میبره راحت میبرم و ورش میدارم. خب نشون دهنده اینه که چقدر قدرتشون مختلفه. اونو دیگه بستگی به افراد داره. قیمت زیرکونیا خیلی از $1800 من شنیدم تا پایین تر، قیمت ما شاید نصف اون باشه، $900. ولی خب بعدم چیزهای دیگه میتونید داشته. شما وقتی ایمپلنت رو میذارین فقط مجبور نیستین این کارا بکنین، نوعای مختلف ایمپلنت داریم. شما وقتی که دنتال ایمپلنت میذارین شاید 10 یا 20 راه حل مختلف داشته باشین که میتونین باهاش چیکار بخواید بکنین. به خاطر همین اونا همه بستگی به افراد مختلف داره که چی نیاز دارن و قسمت‌های خودشونو باید دونه دونه تک تک هر فردی رو معاینه کرد و بهش میگیم واقعا راه حل شما چیه. ولی اون چیزی نیست که بتونم بگم برای شما و شما و شما و شما همه یکسانه. اینجوری نیست. هر کسی فرق میکنه. بعد از اینکه دنتال ایمپلنت رو گرفت حالا میخواد باهاش چیکار کنه. ما وقتی دنتال ایمپلنت رو میذاریم میتونیم روش چیزی بذاریم که میشینه، میچسبه، تکون نمیخوره، دائمیه، یا میتونیم چیزی داشته باشیم که فقط در میاد و میره توش و از دنتال ایمپلنت به عنوان یک گیره استفاده میکنه و میمونه. دیگه اون بستگی داره، اونو نمیتونم آنچنان به شما بگم چون برای هر کسی متفاوته. راه حل و راهکارهای برای هر کسی متفاوته. بله. خیلی وقتها درمان‌های جانبی هم وجود داره، مثل بله بعضی وقتا شما مجبورین دندون رو بکشین، درمان لثه، خیلی از بله شما بعضی وقتا دندون رو بکشین، بعضی وقتا ممکنه جراحی لثه بکنید، بعضی وقتا ممکنه استخوان بذاریم، بعضی وقتا استخوان نمیذاریم، بعضی وقتا ممکنه یه پروسیجر بکنیم به نام GBR که Guided Bone Regeneration که ما بعد استخوان رو اصلا بازسازی بکنیم، بعضی وقتا بعد سینوس رو ببریم بالا، سینوس رو بیاریم ساینس لیف بکنیم. به خاطر این هر کدومش یه مقدار متفاوته. برای هر کسی نمیشه گفت از اول تا آخرش چقدر در میاد چون هیچ کسی نیاز یکسان نداره. 100% سپاسگزار و ممنون. ما خواستیم عکس‌های بیفور اند افتر رو هم نشون بدیم. جناب دکتر انقدر شما خوب و آرام و سلیس صحبت میکنید نشد که این اتفاق بیفته و این عکس‌ها رو که به جناب دکتر مراجعه کردن، یعنی بیفور اند افتر عزیزان و مراجعه کنندگان رو نشون بدیم. وعده میدیم در دوشنبه هفته آینده عکس‌های بیفور اند افتر رو هم تقدیمتون بکنیم با سوژه و مطلب دیگری. این شانس و افتخار رو داریم که در خدمت جناب دکتر باشیم. پس هفته دیگه هم اینجا بله در خدمتتون هستیم. بیننده عزیز و بینندگانی هم که الان روی خط هستن حضور داشته باشید. پشت خط جناب دکتر پاسخگوی شما خواهند بود. شماره تلفن رو هم خدمتتون عرض میکنم 818 888 4900 آقای دکتر فرزان علمیراد و وبسایت gentlebioDentistry.com. بینندگان عزیز ممنون و خسته نباشید. سپاسگزار شما عزیزان. خدا شب خوش. تازه های دندان پزشکی، برنامه‌ای از دکتر فرزان علمیراد، جراح و دندان پزشک.